بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. إنك موضعوني الله تعالى درس خود را دوام میدهیم از شرحی درس های زبان عربی برای کسانی که با آن حرف زده نمیتوانند، از قسم یکم. درس امروزی ما الدرس الثالث یعنی درس سیوم. موضوع درس از چه عبارت بوده است؟ این را میگویند که حرف تعریف، یعنی حرف بوده است که به سبب این حرف یا که به سبب داخل شدن این الف لام کلمه معرفه می شده است. در زبان عربی کلمه ها به دو قسم تقسیم می شوند. در نوبت خود کلمه هست که وی را معرفه می نامند و کلمه هست که وی را نکیره می نامند. در سری و در داخل معرفه ها، یعنی که معرفه گفته شناسه می گویند، معین را می گویند. خب در قطار این داخل می شود تقریبا 6 نمود اسم را معرفه می گویند. تقریبا 6 نمود اسم را معرفه می گویند. یکی از همون نمودهای معرفه داخل شدنی چی می باشد؟ الف لام می باشد. در هر اسمی که الف لام را دیده شود میگید که این اسم چیه؟ معرفه شده است. مثلا بنابراین گفته است که الحرف و تعریف. این معلومات خیلی هم کم است. ما می توانیم گفتن که ولا تدخلوا على الاعلام الا سماعا كالفضل والنعمان. یعنی این الف لام تعریف در سری اسمهای علم داخل نمی شود. الف لام تعریف این حرف تعریف می باشد که در سری اسمهای معین داخل نمی شود. مثلا محمد المحمد نمی شود، عثمان العثمان نمی شود. همین رو در نظر داشته می شود. ولا تدخلوا على الاعلام الا سماعا، مگر داخل می شود در سری بعضی اسمهای علم فقط به طریق سماعا، یعنی چکلی که از عرب ها شنیده شده است، در سری فقط همون کلمه های علمی از عرب ها شنیده شده داخل می شود. سماعا معناش این که یکون قاعده نیست که ما به همون قاعده قیاس کرده بگیم که در سری همین اسم علم الف لام داخل می شود. گفته حق نداریم، زیرا قاعده نیست. برای همین چی می گویند؟ اگر مبادا در سری کدام کلمه داخل شده باشد و بینیم که این کلمه علم باشد، یعنی نام خصوصی باشد، میگیم که این نباشد چی بوده؟ سماعا بوده است. قیاسا نبوده است، سماعا یعنی از عرب ها همین طور شنیده شده است. مثلا الفضل یا که النعمان، العباس، این یعنی این کلمه ها رو میبینیم که خودشان علم هستند. وقتی که اسم علم باشد وای چی خودش معین می باشد، خودش معرفه می باشد. بنابراین بس سوال پیدا می شد که مادامی که مثال الفضل و النعمان اینها خودشان علم بوده، بس سبب علم بودنشان معرفه شوند، بس این الف لام چی را افاده می کنند؟ میگید که فهی زائدتون، یعنی در اینجا یعنی الف لام زیادتی هست. لأنها لا تفيد الكلمة التي دخلت
علیها تعریفا، زیرا برای خاطر آن ما در اینجا الف لام را زیادتی می نامیم که در سر همون کلمه که داخل شده است یگون افاده تعریف را برای کلمه نمی بخشد. فهمیدید؟ فهي قد دخلت على معرفة وهي العلم. فهمیدید؟ یعنی این الف لام داخل شده است در سر معرفه که این معرفگی را به سبب علم بودنش به دست آورده است این کلمه الفضل و النعمان. بنابراین میگویند که فوجودها كعدمها یا که فوجودها و عدمها سوا. بنابراین در سری کلمه های النعمان، الفضل، العباس و هاکذا دیگر کلمه های علمه که در سرشان الف لام هست، بودنی الف لام و نبودنی الف لام یکسان است میگویم. فهمیدید؟ خب مثلا بیت، خانه، البیت، این هم خانه. وقتی که ما گفتیم بس چه فرق دارد بین این دو، میگیم که وقتی که ما بیت گفتیم این نکیره شد، البیت معرفه شد. وقتی نکیره گفتیم یعنی خانه از خانه ها، البیت گفتیم این همین خانه معین، خانه که من میشناسم، تو میشناسی، وی میشناسد. مسجد، مسجد، المسجد، مسجدی که میشناسیم. قلم، قلم، القلم، قلم. وقتی که ما اساسا در زبان تاجیکی نکیره یعنی اسم نامعلوم، خب اون اسم رو یعنی که در هنگام ترجمه کردن آخرش ای داخل میشه، کلمه مثل کتاب، دفتر، مسجد، خانه. یعنی وقتی ما خانه گفتیم خانه از خانه های بسیار مثل معینه، یا خانه از خانه های بسیار، مسجد از مسجد های بسیار، قلم از قلم های بسیار. نه بعد در یک جا در پایان با قاعده گفته است که یحذف التنوین عند دخول ال، در هنگام داخل شدن ال تنوین را حذف کرده می شود. اساسا تنوین آخر علامتی نکیره می باشد. بارک الله فیکم. تنوین علامتی نکیره می باشد، ال باشد علامتی چی؟ معرفه می باشد. بنابراین در یک کلمه دو علامتی ضد هم شدنش ممکن نیست. یا که می توانیم دیگر قاعده را در برابر این قاعدهش ذکر کنیم که یحذف التنوین عند دخول ال. ما می توانیم گفتن که الالف واللام لا يجتمعان في اسم واحد. الف لام، الالف واللام والتنوين، الالف واللام والتنوين لا يجتمعان في اسم واحد. يعني الف لام و تنوین، الف لام و تنوین در یک کلمه جمع نمیشوند گفته شده است. همه خیلی قاعده است، باید که این قاعده را از بر کرده شود. فهمیده؟ بارک الله فیکم. خب مثلا یک چند مثال می آورد آیه این القلم مکسور، قلم نشسته است. با مبادا در وقتی ترجمه کردن به زبان تاجیکی قلمی شکسته نگوید، این خطا می شود. ما در زبان تاجیکی هم مبتدا و خبر تشکیل میکنیم به گفتن این کلمه. القلم مبتدا است و مکسورون خبر. در حین ترجمه کردن مبتدا و خبر به زبان تاجیکی چگونه می شود؟ القلم مکسور، قلم شکسته است. در اینجا مکسور که خبر هست در اکثر حالت ها یا که گویم در اصل خوبتر می شود، در اصل مبتدا معرفه می شود و خبر نکیره می شود. بنابراین القلم
ما برای چی در اصل گفته شدیم؟ در بعضی حالات ها می شود که مبتدا به بعضی از سبب ها نکیره شدنش ممکن، در بعضی حالات ها می شود که به بعضی سبب ها خبر چی معرفه شدنش ممکن، یعنی الف لام دار و هکذا. لیکن در همین جا برای ما کفایت است که گفتن که در اصل مبتدا معرفه است و در اصل خبر چی نکیره است. القلم مکسور، قلم شکسته است. صحیح یعنی این عباره درست است. الباب مفتوح، در کشاده است. صحیح درست است. الولد جالس، الولد کودک یا که بچه نشسته است. صحیح. القلم خطأ، برای چی؟ لماذا خطأ؟ لأنه الألف واللام والتنوين لا يجتمعان في اسم واحد وهنا اجتمعتا. یعنی زیرا اینکه قاعده است که الف لام و تنوین در یک کلمه گفتیم جمع نمی شوند، اما در اینجا جمع شدگی هستند. در اینجا یک جای آمده برای من، یعنی القلمون خطا است. قلمو خطا، برای چی؟ یعنی نه الف لام دارد نه تنوین دارد، برای همون خطا است. مادامی که الف لام نیست باید که قلمون میشد. الولد جالس خطا است، برای چی؟ برای خاطر آن که وقتی الولدو ال که داخل که شد باید که تنوین نمی گفت، در اینجا تنوین را نیز ذکر کرده است، بنابراین خطا گفته شده است. الولدو جالس صحیح می شد. نعم. النکره والمعرفه، نکیره و معرفه. اکنون درباره نکیره و معرفه معلومات می دهد. می گوید که النکره شیء غیر معین، یعنی نکیره یک چیزی هست که نامعین می باشد. نحو بیت، قلم، رجل، بنت. خانه، قلم، یا که خانه، قلم، مرد، بنت، دختره. المعرفه شیء معین، معرفه باشد چیزی معین را نامیده می شود، مانند البیت، القلم، الرجل، البنت. خب خانه، قلم، مرد، بچه، دختر. بیت یشمل کل البیوت وليس بیتا معینا. وقتی که ما بیتون گفتیم این شامل هر خانه می باشد، یعنی یک خانه را گفته است که وليس بیتا معینا، یگان خانه معین را در نظر داشته نمی شود، یا که شامل خانه معین نمی باشد. شامل گفته در بر گرفته نمی بینم. البیت یدل علی بیت معین بذاته، البیت باشد این کلمه است که دلالت به یک خانه معین می کند، خودی همون خانه معین را دلالت می کند. یک خانه که مثال وای می شناسیم برای همین البیتش میگیم. با دیگر قاعده گفته شده است، این هم یعنی که تعلق داره به نکیره و معرفگی. الحروف الشمسیه الحروف القمرية والحروف الشمسية، حرفي قمرية وحرفي شمسية. الحروف القمرية ينطق السكون على اللام، هر جو که حرفي قمرية باشن بعد از الف لام، بعد از الف لام معرفه، هر جو که اگر مثال گیریم حرفي قمرية آیند در همون حین یعنی لامی همون الف لام را، همون الف لام لامش را با سکون نطق کرده می شود. ال گفته بعد از آن قمرو، ولی همش می بیام مثالش. الحروف الشمسیه لا ينطق السكون على اللام،
اگر مبادا بعد از الف لام مثال گیریم تعریف حرفای شمسیه آیند، در اون حین لام را با سکون نطق کردن نمی شود، با سکون خواندن نمی شود. و تودع شدت علی الحرف الذي بعده و علامت شده رو گذاشته می شود بالای حرفی که بعد از لام ذکر می شود. مثلا النیو الشمسو معلوم می شده است که برای خاطر اینها را دانستن ما باید که فهمم از 28 حرف زبان عربی 14 تی آن یعنی که در قمریه داخل می شوند و 14 تی دیگر باشد در شمسیه داخل می شود. برای هر کدام مثال ها ذکر می کند که مثلا الحروف القمریه هی حرفای قمریه اینها می باشد. یکن حمزه لام خوانده می شود. هر مثالی که تا پایان من حاضر می خوانم می بینید که لام خوانده می شود. بعد لام ذکر می شدگی حرف را حرف قمریه نامیده می شود. الاب پدر، در اینجا حمزه آمد. دویم مثال برای با، یعنی که با از حرفای قمریه می باشد. الباب در، الجنه جنت، الحمار خواب. چرا در اینجا لام یعنی که با سکون خوانده شد؟ میگید که زیرا حرف از حرفای قمریه است. الخبز نان، العین چشم، الغداء خوراک نصف روزی، الفم دهان، القمر ماه، الكلب سگ، الماء آب، الولد بچه، الهوا هوا، الید دست. اینها 4 حرفی یعنی قمریه می باشند با مثال ها. الحروف الشمسیه هی حرفای شمسیه اینها می باشند. ما گفتیم که بعد از لام یعنی لام را با سکون خواندن نمی شود، بلکه حرفی را که بعد از لام می آید آن را علامت شده داده خوانده می شود. مثلا التاجر حرفی تا آمد. چرا لام یعنی که با سکون خوانده نشد و بعد لام را بودگی حرف را با شده خوانده شد؟ زیرا تا حرفی از حرفهای شمسیه می باشد. جوابش چنین است. الثوب جامه لباس کرته، الدیک خروس، الذهب طلا، الرجل مرد انسان، الزهره گل، السمک ماهی، الشمس آفتاب، الصدر سینه، الضیف مهمان، الطالب دانشجوی، الظهر تخت پشت، اللحم گوشت، النجم ستاره. این است یعنی درس امروزی ما از کتاب شرح دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها قسم يكم. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.